ریسک ژئوپلیتیکی چیست؟ در حقیقت کی باید طلا بخریم و چه موقع باید آن را بفروشیم؟ اینها سوالاتی هستند که در این تحلیل تلاش می شود تا به آنها پاسخ داده شود. ریسک ژئوپلیتیکی مفهوم یا به عبارت بهتر شاخصی است که بسیاری از کارشناسان به ویژه اقتصاددانان از آن به وفور در حرف‌هاشان استفاده می‌کنند، اما ممکن است که برداشت آنها از این شاخص در حد یک گمان نزدیک به معنای اصلی آن باشد و شناخت کافی از آن نداشته باشند. شناخت دقیق ریسک ژئوپلیتیکی و تفاوت آن با سایر وضعیت‌های ژئوپلیتیکی بسیار اهمیت دارد، چرا که دارایی مردم در گرو فهم همین شاخص است، به خصوص آنکه تاثیرگذاری این شاخص بر قیمت طلا بسیار حائز اهمیت است و محوریت تحلیل حاضر را تشکیل می‌دهد. در بیشتر تحلیل‌ها به ارزیابی وضعیت طلا در برابر متغیرهای مالی، تغییرات شاخص بازار سهام، شاخص بازار اوراق قرضه، قیمت نفت و نرخ‌های ارز می‌پردازند، در حالی که طلا به نسبت همه این شاخص‌ها تغییرات متفاوت یا بعضاً مستقل را از خود بروز می‌دهد. برای مثال، همیشه کاهش یا افزایش نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت طلا ندارد و ممکن است قیمت ارز در یک کشور ثابت باشد اما قیمت طلا افزایش پیدا کند. پس موقع خرید و فروش طلا هوشیار باشید. طلا نسبت به شاخص ریسک ژئوپلیتیکی یا همون GPR رفتار منحصر به فردی دارد و این رفتار حتی با سایر فلزات گرانبها مانند نقره، پلاتین، پالادیوم و غیره نیز متفاوت است. بنابراین برای فهم بهتر باید اول شاخص ریسک ژئوپلیتیکی به صورت علمی و دقیق توضیح داده شود. ریسک ژئوپلیتیکی چیست؟ برای اندازه‌گیری و ایجاد شاخص ریسک ژئوپلیتیکی تاکنون تحقیقات کم تعداد اما با کیفیت صورت گرفته که یکی از آنها شاخص کالدارا و یاکوویلو است. کالدارا و یاکوویلو از تعاریف مرسوم ژئوپلیتیک نقل می‌کنند، اما مبنای تحلیل خود را بر اساس تعریف فرهنگ جغرافیایی انسانی نوشته راجرز و همکاران قرار دادند که تأثیر بحران‌ها و خشونت‌های بین‌المللی را به عنوان نگرانی‌های ژئوپلیتیکی بیان می‌کنند. تعریف ژئوپلیتیک و به تبع آن ریسک ژئوپلیتیکی فراتر و البته پیچیده‌تر است، اما ظاهراً کالدارا و یاکوویلو نخواستند خود را چندان درگیر این تعاریف کنند. آنها در یک عبارت ساده ریسک ژئوپلیتیکی را به عنوان تهدید، تحقق و تشدید رویدادهای نامطلوب مرتبط با جنگ‌ها، تروریسم و هر گونه تنش میان دولت‌ها و بازیگران سیاسی که روند صلح آمیز روابط بین الملل را تحت تاثیر قرار می‌دهد عنوان کردند. اما نکته مهم به خصوص در رابطه با قیمت طلا این است که کالدارا و یاکوویلو پس از بررسی یافته‌های خود ریسک ژئوپلیتیکی را شامل دو بخش مجزای تهدید ژئوپلیتیکی GPR و اقدام ژئوپلیتیکی GPR یا همان تحقق تهدید به واقعیت می‌دانند. این نتیجه گیری دقیقاً جایی است که بسیاری از اقتصاددانان در بیان عبارت ریسک ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر قیمت طلا اشتباه می‌کنند. رابطه تهدید و اقدام در شاخص ریسک ژئوپلیتیکی غالباً معکوس است. یعنی وقتی تهدیدها در شاخص ریسک ژئوپلیتیک وجود دارند، نگرانی‌ها افزایش پیدا می‌کنند، زیرا همه چیز در حالتی از ابهام قرار دارد و به لحاظ روانشناختی نگرانی و ترس به ویژه در خصوص مسائل مالی همواره پیش از وقوع حادثه به وجود می‌آید. اما وقتی تهدیدها به رخداد تبدیل می‌شوند، نوع نگرانی‌ها تغییر می‌کند و سرمایه‌گذاری‌ها در فلزاتی مانند طلا کاهش می‌یابد. این نمودار وضعیت تهدید و اقدام در شاخص ریسک ژئوپلیتیکی با مرکزیت بحران‌های بین‌المللی را به خوبی نشان می‌دهد. در حقیقت زمانی که تهدیدات تبدیل به واقعیت شدند،
و برای مثال جنگ آغاز شده خط مشکی روند صعودی داشته و برعکس آن خط قرمز یا تهدید کاهش پیدا کرده یا اینکه ثابت مونده است. بنابراین اگر گفته شود که طلا و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی واکنش مثبت نشان می‌دهد، این گزاره غلط و گمراه کننده است. به بیان دقیق‌تر، طلا به تهدید در شاخص ریسک ژئوپلیتیکی واکنش مثبت نشان می‌دهد، نه اقدام یا وقوع در این شاخص. برای مثال انتشار خبرها و وجود واقعیت‌های مبتنی بر شروع یک جنگ تهدید در ریسک ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد و به دنبال آن قیمت طلا افزایش می‌یابد، اما با وقوع رویدادهای ژئوپلیتیکی بازدهی طلا عموماً منفی یا ثابت بدون افزایش خواهد بود. بنابراین افزایش قیمت طلا با توجه به شاخص ریسک ژئوپلیتیکی در 3 مقطع رخ می‌دهد که شامل تهدید و نگرانی از احتمال وقوع یک رویداد یا تهدید و نگرانی از تشدید یک رویداد یا اینکه در نهایت تهدید و نگرانی از تکرار یک رویداد نامطلوب. برای مثال حتی رفتار طلا در بازار ایران نیز به همین شکل است. به نمودار نگاه کنید که قبل از شروع جنگ ایران و اسرائیل در تاریخ 20 خرداد ماه 1404 با توجه به وجود خبرهای معتبر مبنی بر حمله اسرائیل، قیمت طلا درست تا قبل از آغاز تهاجم اسرائیل افزایش پیدا می‌کند تا اینکه با توقف جنگ در 3 تیر ماه 1404 پس از گذشت یک روز به دلیل وجود نگرانی‌ها از آغاز مجدد حملات ایران و اسرائیل قیمت طلا مجددا افزایش پیدا می‌کند. در پایان لازم است به این موضوع اشاره شود که در حال حاضر وضعیت ریسک ژئوپلیتیکی جهان میل به آرامش و ثبات ندارد و سیاست‌های آمریکا، رقابت این کشور با چین و تغییرات در نظام بین‌الملل همچنان تهدیدات در شاخص ریسک ژئوپلیتیکی را افزایش می‌دهد که این مسئله احتمالاً به معنای روند صعودی قیمت اونس جهانی طلا خواهد بود. راستی اگر نظر، ابهام یا سوالی دارید در کامنت ها مطرح کنید تا در حد توان به آنها پاسخ دهم.